سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو از روز سه‌شنبه 12 ینور تقدیم میکنیم. یک مؤسسه پژوهشی میگوید فشارهای داخلی و خارجی و خطرها به امنیت تاجیکستان نظر به گذشته بیشتر شده است. گروه بین المللی پژوهش بحرانها با نشر گزارش 16 صفحه‌ای گفت حکومتداری 23 ساله امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آلوده به خشونت، فساد و مهاجرت سراسری بوده ناراضگی از سیاست در سالهای آخر افزوده است. مؤلفان گزارش میگویند همسایگی با افغانستان جنگ زده که تندروان از آسیای مرکزی آنجا جمع شده اند خطرهای بیرونه به امنیت تاجیکستان را افزایش دادند. گروه بین المللی بحرانها که در بروسل قرارگاه دارد میگوید برای جلوگیری از بد شدن وضع باید سرکوب دیگر اندیشان در تاجیکستان خاتمه یابد و کشورهای پیشرفته در تامین امنیت مرزهای این کشور کمک کنند. هنوز مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته این گونه تحقیقات همچون مواد غرضمندانه و یا دور از واقعیت انتقاد شده است. آژانس خدمت دولتی تابع رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که حدود 40% کارمندان دولتی زاده ولایت ختلان هستند و ادعا درباره محلگرایی ضمن تعیین کادرها درست نیست. جمعه دولتوف رئیس نهاد روز 12 ینور در یک نشست خبری ادعاها را درباره فقط از یک محل مخصوصا از منطقه جنوبی کشور تعیین شدن منصبداران و کارمندان اداره‌های دولتی را رد کرد. از نقطه نظر ما زیادتر خدمتچی دولتی از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. با نظرداشت اهالی ولایت 4% را تشکیل نمیدهد، قریب 9% خدمتچیان دولتی از بدخشانند. معیار ولایت ختلان ولایت سوخت موافقت میکند با طلبات امروزه نمایندگان شهر دوشنبه کمتر هستند. اظهارات مذکور در حال صدا می‌دهد که سالهای آخر نگرانی‌ها از تمرکز زادگان یک محل و منطقه در حکومت تاجیکستان در گزارش‌ها و تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد. جسد یک پیرمرد 81 ساله تاجیک را که در روسیه در یک حمله بیرحمانه کشته شد به تاجیکستان فرستاده و امروز در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندانش روز 12 ینور به رادیوی آزادی گفتند جسد وطن غفورов ساکن ناحیه فیض‌آباد را دیروز از شهر کالوگا به فرودگاه دمدیدوی مسکو و از آنجا به دوشنبه انتقال دادند. دو جوان روس وطن غفورов را شب 24 و 25 دکبر در یک فرم ناحیه فرزیکوفسک تا حد بیهوشی لطوکوب کردند. پیرمرد تاجیکی چپانی فرم بوده است روز 7 ینور بعد یک هفته بیهوشی درگذشت. معلوم نیست که قتل پیرمرد در زمینه بیگانه ستیزی صورت گرفته است یا هدف جوانان غارتگری بود. مقامات روسیه میگویند که هر دو جوان را دستگیر کردند و تحقیق جنایت ادامه دارد. مقامات دادستانی شهر کولاب درباره حل شدن بحث پرداخت معاش کوچروب‌های محلی خبر دادند. در نامه به عنوان رادیوی آزادی خورشید مشرف‌زاده دادستان شهر کولاب خبر داد که رهبریت کارخانه نهال پروری و کبودی زادکنی کولاب تا این دم حدود 140,000 سامانی معاش کارمندانش را داده یک قسم دیگرش را به زودی پرداخت خواهد کرد. بحث پرداخت ناشده ماندن معاش 5 ماهه 30 کارگر اداره نهال پروری و کبودی زادکنی کولاب یک ماه پیش در سایت رادیوی آزادی مطرح شد و این مسئله دفعتاً مورد تحقیق ساختارهای تفتیشاتی قرار گرفت. یکی از کوچروبان گفت در واقع بعد انعکاس مشکلشان در رادیوی آزادی قسمی از مزد کاری آنها پرداخت شده است. خرید معاش 3 ماه هم بعد از گرفتیم یعنی دستگیرش دیگه معاش 4 ماه خوب زمین گیریم ما یکم چی نداریم من یعنی کارمون با چشی پیسنه رو خیلی سکرشن کرد با دوام دارم همونا کار کرده چیزی. با اطلاع رادیوی آزادی بعد مشکلی پرداخت معاش کوچروب‌ها رئیس اداره نهال پروری و کبودی زادکنی به استعفا رفت. لیونل مسی حملگر دسته بارسلونا اسپانیا و تیم منتخب آرژانتین برای بار پنجم جایزه توپ طلایی را از آن خود کرد. مراسم تقدیم این جایزه شام 11 ینور در قرارگاه فدراسیون جهانی فوتبال در شهر توریخ شویتزاریا برگزار شد. بر اساس مقررات فیفا جایزه توپ طلایی به فوتبال باز داده می شود که رأی بیشتری مربیان و متخصصان و خبرنگاران را به دست آورده است. رقیبان اصلی مسی برای دریافت جایزه کریستیانو رونالدو فوتبالباز پرتغالی و نیمار فوتبالباز برزیلیایی به حساب می رفتند.
و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم تلفن همراه خود مراجعه کنید.